خب با سلام و درود خدمت دوستان عزیز و همراهان محترم، میپردازیم به آنالیز کست فک بالا و تعیین لندمارک ها و تعیین و محدوده PPS در فک بالا یا همون ماکسیلاری. خب از فرنام شروع میکنیم، از فرنام لیبیال، عمیق‌ترین جای کست، در واقع همون جایی که بوردر بر ما تعیین کرده و مجزا از قسمت آرت پورشن هست. اگر خاطرتون باشه در کلاس براتون گفتم که این قسمت فضای هنری قالب یا همون آرت پورشنی هست که مسیر بوردری که ما میکینگش کردیم رو برای ما در واقع مشخص میکنه. پس از فرم لیبیال شروع میکنیم، از فرم باکال رو دور میزنیم و میرسیم به محدوده دیستوباکال. قسمت قرینه هم به همین صورت. باز اینجا در قسمت باکال فرنام داریم که دور میزنیم، فرنام دیگه در قسمت دیستوباکال داریم هم دور میزنیم تا میرسیم به دیستوباکال. خب بعد میرسیم به تعیین اینسایزیو پاپیلا که یکی از نواحی استرسی و بسیار استراتژیکی در ماکسیلاریمون هست. علامتش میزنیم مدیان رافع یا سجاف کامی و روبوهایی که در قسمت پالاتال برای ما ثبت شدن که بسیار حائز اهمیت هست. همونطور که دارید میبینید این قسمت رو ما بدون در واقع فشار ثبتش کردیم و برجستگی های روبا کاملا خودش رو برای ما نشون داده. اگر احیانا میخواید که روی پروتزتون یا دلچرتون روبا رو وکس بکنید، حتما باید برابر با روبای اصلی بیمار باشه. خب از اینسایزیو پاپیلا ادامه میدیم. قله ریج، و الان رسید به منطقه توبروزیته که در تعریفش هم گفتیم که گردی شکل استخوان ریج فک بالا در خط الرأس انتهای ریج میشه، ناحیه توبروزیتی. علامت میزنیم. خب حالا میرسیم برای مهمترین قسمت، تعیین خط